TRX همراه هستیم. این یک بند TRX هست که میخوایم آموزش چطور نصب بشه روی اون سازه یا پشت در. برای پشت در رو که سوا میگیرم براتون فیلمشو، و اما برای سازه که مثال یا باشگاه، برای روی میله بارفیکس هیچ موقع این کار رو انجام ندید، امنیت نداره. خب این بند اضافی که داخل اون جعبتون بود رو برمیدارید. ممکنه این نباشه سرش که بهتون میگم که یک قلاب اضافه میتونی خرید کنی به جای این. خب بند رو از روی میله دوبار رد میکنید. بعد میایم از این قسمت پایین یه بار دیگه رد میشه. این کراوات الان اینجا بسته شد. این دیگه امنیت داره. حال این برای چیه؟ همه فکر کنن اینو شرکت یه اضافه گذاشته. نه، این اگر بند TRX هست این از قسمت بالا رد میشه